سقوط یک بارگی نرخ طلا. دیزاین‌های کاملا جدید معرفی کنیم. همچنان خبر خیلی خوب دارم به کسایی که میخواین طلا خرید کنن. اول یک سیت را معرفی میکنیم که انشالله در بسته افغانستان جوریش نمی باشه، بخاطر که امو کمال دیزاین های عربستان است. یعنی بسیار راحت است، بسیار مقبول، بسیار زیبا. به حساب شستیان میشه بسیار مقبول و همه تو سادان میشه پوشیدن. امروز زمین سیتا همی انگشترها همین انگشترها بله. معلوم میشه آخر. یکی از هموطنهای ما گفته آیا چوری را هم 18 عیار در رنگ 21 جور میکنه؟ چرا نه؟ هر انگشتر، گوشواره، سیت هر کدومش باشه انشالله جور میکنیم. اینی هم رنگ 21 به عیار 18. بله. از این که دیگه رنگ بالا نخواهد. بله. این هم برای هموطن ما که کره گفته بودن هم بله. عیار 18 و هم عیار 21. نام خدای 21 دیگه بیخی دیگه جوره نداره. انشالله که یک چیز متفاوت است. اجزای قسمت هم میبینین مکمل مورکا شده و خوبیش است که تو سخت نیست که بسیار فنری واره است. انشالله از فنری میده واره بودنش بیخی مشتری ما راحت باشه. بسیار عالی. نوآوری کردیم دیام انشالله با وزن 4 گرم دزبند و ما قدر جسامت 4 گرم. انگشتر داره دوستا، گوشوارش است، خود لاکتش است و دستبند بسیار مقبول. سقوط یک بارگی نرخ طلا. سلام و درود خدمت شما وطندارای نازنین. امیدوار هستم که خوب و صحتمند و سرحال باشین. اشوه معصومی از پنجره افغانستان بعد از یک مدت در کنارتان هستم با یک برنامه جدید از زرگری کابل دبی. وطندارای عزیز قرار است در این برنامه براتان دیزاین‌های کاملا جدید معرفی کنیم. همچنان خبر خیلی خوب دارم به کسایی که میخواین طلا خرید کنن. در هر گرام 500 افغانی طلا پایین آمده. در این برنامه بیننده باشین، صحبت ها رو می داشته باشیم و لایک و سابسکرایب همچنان فراموش نکنید. خب وطندارای عزیز، قسمی که براتون گفتم اومدیم به زرگری کابل دبی. باز هم دیدار جان با ما هستن. سلام علیکم. سلام علیکم. ماندار باشین. خوب هستین؟ صحت شما خوب است؟ سلامت باشین. شما بخیر خوب سلامت هستین؟ باشین، زنده باشین، بخیر باشین. تشکر. دیدار جان چطور است بازارات؟ تا جایی که معلومات داریم طلا پایین آمده. نرخ پایان شدم. یک هفته است که رو در پایانی است دیگه. خدا دیگه هم پایان کنه. اگه گفتیم ما باشه ان شاء که پایان میشه. خود پس به نظر ما که نظر بتیم بلند میشه. این یک چانس از باز یک اصلاح که پس بلند میشه. بدون شک. بینندهایی که متداول برنامه ما رو میبینن 100% متوجه شدن که ما یک بار مثلا برنامه ثبت میکنیم. بله. طلا سقوط کرد ولی چندین برنامه می باشه که طلا اوج گرفته میره. این نمیتونه است. فقط یک بازار است، یک تجارت است که به حساب بانک‌های جهانی یا به حساب تجارت‌های به سطح جهان یعنی یک چانس میته که پایان شه که مردم فایده کنه. کس بخره پس بفروشه. مثلا یک خرید فروش است. این پس یک چانس داده این بهترین وقت خرید است که کلگی باید است خرید کنه. پس بلند میشه. بله بسیار خوب. خب دیدار جان نرخ امروز رو بر ما بگوین هم به افغانی و هم به دلار یورو. بعدش میریم طرف کامنت های هموطنان. عیار 18 امروز 7570 افغانی است و عیار 21 9055 و عیار 22 9300 است. بسیار خوب. باز به دلار چقدر میشه؟ به دلار میشه عیار 18 به حساب دلار آمریکایی 117 روپیه است و عیار 21 به حساب دلار 140 روپیه است و عیار 22 به حساب دلار 145 روپیه است. بسیار خوب. بله. خب وطندارای عزیز میریم طرف کامنت ها و سوالات شما ازا. فاطمه مبصری گفته سلام خواهر عزیز، گردنبند طلای 21 عیار است، 59 گرم است. میشه پرسان کنین از لالا دیدار که چند میشه به دلار؟ و همچنان یک برنامه دیدم که میگفتن طلای 21 عیار به 18 عیار گرفته. آیا امکان داره یا خیر؟ یعنی 21 خریدن ولی عیارش 18 بوده. این امکان داره یا خیر؟ طلای 59 گرم عیار 21ش به حساب افغانی 4,77,900 افغانی میشه و به حساب دلار آمریکایی 7432 دلار میشه و این گفتی را گفته شاید در دوران جمهوریت بوده باشه و حال در بسته افغانستان در هر جایی که باشه، چی دکان ما باشه چی دیگه جای باشه، مکمل عیارا 18 فیکس 18 است، 21 فیکس 21 است، 22 22 است. از دیگه جایم که خرید کرده باشن در بل برات 21 880 نوشته کرد 21 نبود توان شما میتون.
خریدم از دیگه جای کرده باشه، مشکل نداره. انشالله که فعلا اون مشکلات تمامش رفع شده. انشالله. معصومه صفدری گفته در برنامه بعدی میشه دستبند اندازه 11 گرم و چوری مهره‌ای و چپات به اندازه 40 و 45 گرم و انگشتر چند تا به وزن 5 گرم معرفی کنین. به صبرانه منتظر برنامه تان هستم. همچنان تمامش عیار 18 باشه. انشالله که معرفی بیننده میکنیم. باشین خواهر عزیز. انشالله که مکمل دیزاین های جدید رسیده برتان معرفی میکنیم. رویا افغان گفته چوری $2000 معرفی کنین. حتما چرا نه. $2000 بس چوری جالیباف فکر نکنم شد. جالیباف خو نمیشه، مگم سینگاپوری میشه 6 دانه. 6 دانه. بله. چند گرم میاد؟ تقریبا 17 گرم میشه. 17 گرم. بله. انشالله شما هم بیننده باشین براتون معرفی میکنیم. ابراهیم عمری گفته سلام خواهر، آیا امکان داره درباره کره های تکه‌ای معلومات بتین؟ از برادر ما خواهش است 2 عدد کره تکه‌ای که 28 گرم باشه و عیار 18 باشه. گلاسی شاید بگه. تکه‌ای گفتن. خب خیر، حتما شاید اشتباه شده باشه. یا شاید منظورشون از اون دستبندای تکه‌ای باشه که چند وقت پیش ما معرفی کرده بودیم. از وا خوب بوده، با صحیح است. مگم دو دستبند است، کره و گلاسی میه. ان شاء الله معرفی میکنیم، مشکل نداره. به این خاطری پرسان کردم که چیزی که خواستن باید اونم چیزا معرفی کنیم. دیگه کارای گلاسی رو معرفی میکنیم، دستبند رو معرفی میکنیم. خیر است. این قسمت دوستا شاید تصویرم ببینن کارای گلاسی هم است. دستبندام انواع مختلف دارن. یعنی ازا اگه از دیزاین صحبت کنیم کابل دبی دیگه ماشاءالله هر چیزی که بخواین پیدا میشه. ان شاء الله. و کسایی که دوست داشتن باز میتونن از نزدیک بیاین بدل خود انتخاب کنن. و همچنان به نام میدی لایف گفتن تشکر از برنامه عالیتون، واقعا برنامه عالی دارین، لطفاً چوریای میده معرفی کنین. ان شاء الله حتما. خواهر ما گفتن سلام وقتتون بخیر، تا 4 لک افغانی 6 دانه چوری جالی که حجم بزرگ وزن کم داشته باشه بر ما نشان بدین. حتما. در 4 لک افغانی بس فکر کنم اون چپات میشه دیگه. نه، از چوری جالیباف میشه تقریبا به حساب گرم 53 گرم چوری جالیباف داریم ان شاء الله. بسیار خوب. بله. یکی از هموطنای ما گفته آیا چوری را هم 18 عیار در رنگ 21 جور میکنه؟ چرا نه؟ هر انگشتر، گوشواره، سیت هر کدومش باشه ان شاء الله جور میکنیم. در رنگ 21. در رنگ 21 یا 18. بسیار خوب. دنیا گفته سلام شما جان و یک سلام به دیدار جان. من 56 گرم طلای 18 عیار دارم، دیزاین مصری. چند میشه به دلار افغانی؟ 18 عیار گفتنی؟ بله. 3,86,400 افغانی میشه و به حساب دلار $6,000 میشه. بسیار خوب. ابوذر افشار گفته سلام خسته نباشین. طلای 24 عیار گرم چند است؟ میشه به دلار بگوین. 24 عیار یکی 23.88 است که 1 گرمش امروز به حساب دلار 144 روپیه است و به حساب افغانی 9261 روپیه است و 24 خالص 9500 است. بسیار خوب. بله. یکی از هموطنای ما گفتن من از افغانستان چند تا سیت طلا و انگشتر و چوری به کانادا آوردم. همه را به نام عیار 21 خریده بودم، وقتی در اینجا به خاطر تبدیل بردم همشان عیار 18 بود. به نظرم طلا خریدن از افغانستان قابل اعتماد نیست. بار ما گفتیم همین طلایی را که تو گفتی مثلا شما گرفتین او جمعه کی 18 عیار است و دیگه 21 برتون داده. ما امروز بیارن اگه او 21 نبود ما برتون داد توانش 22 میتم. 1000 جایی که خرید کردین. او گپا مکمل غلط است. 100%، یعنی تو برات بگم که بیخی 1000%. 21 افغانستان فیکس 21 است، 18 فیکس 18 است، 22 فیکس 22 است. این گپا درست نیست. یکی است که مثلا مشتری نمیفهمه، ولی مشتری زرگر نیست. یک زرگر است برش ادالت مردم است که غلطی میکنه. در نموجب شاید برات بگه که 14 عیار است تو قبول نکن، بخاطر از اینکه تو سند دارست از بل پیش است. هر وقت افغانستان آمدی او زرگر نفتی ما هستم براتون دبل دم شکر باشه 21 880 و جنس تان 18 باشه ما براتون توانش میتم. یعنی از اینکه گپ بالا نیست که یا میگن که از افغانستان خرید اشتباه است. مگر اینا هر کس که از من نگیرن دیگه چه خرید کردن 21 18 بود توانش سر است. و بل پیشتان باشه؟ آموزی کلان سند نمو است. از اون که سند بالا دیگه هیچ وجود نداره. وقتی که تو بل داشته باشی هر کس خودت نبی یک از دوستا هر کس افغانستان بیا او نفر قیتون قبول نکرد مکد شامیر ماس پیش میگیریم پیسه. مگم دبلتون 21 نوشته باشه. این گپ بیخی مکمل غلط است که بگین که افغانستان ما 21 میگیریم و جمعه بریم 18 هیچ امکان نداره. این خب ما همه تو دوزی 100% است. پس ایمان خود سودا نمیکنن. 100% میگه پس. بله. و کوشش کنن هموطنای ما که خارج از کشور هستن
اگر میخواین که واقعا فایده کنن در جانشان نخوره، اگر طلا هم میخرن از افغانستان بخرن، اگر میفروشن هم اینجا بفروشن. ما میره میگه مثلا شما که از افغانستان خرید میکنین بازوجه میبرین اینجا براتون میگه 18 یا رسی 21 تن اسی گپ بیخی من میگم 1000% غلط است. اگه گپ درست بود من گفتم من بیخی تاوان 24 ش میتونم دیگه چی کنیم از اینکه گپ بالا نیست. کلام ضمانت اینا دیدار جان ان شاء الله میکنن. به نام قدیری گفته سلام اشوا جان، میشه چلای جدید نشان بدین که قیمت باشه؟ اولین هموطن است که چیز قیمتی ان شاء الله معرفی میکنیم. بیننده باشین براتون معرفی میکنیم. یلدار وری گفته سلام اشوا جان، میشه بپرسین از دیدار جان اگر عیار 24 50 گرم چند گرم 18 عیار میشه و اگر عیار 18 رو بفروشم گرم چند میخرن و در هر گرم چند افغانی فیصدی میگیرن؟ عیار 24 که یا بفروشن میشه 4,65,000 افغانی 50 گرمش البته. پس عیار 18 بگیرن میشه برشون پس 61 گرم 42 میلی. 11 گرم 42 میلی طلایشون ضیاف میشه به خاطر از اینکه 24 کیفیتش بالاست 18 پایینتر است. و 18 را که پس مفروشن امروز ما 7570 مثلا مفروشیم باز به حساب پیسه ما 9% الی 8% کم میکنیم و را تبادله تا 6% 5% ان شاء الله مشتری را خفه نمیکنیم. بسیار خوب. به نام رمضان گفتن سلام اشوا جان، دیدار جان 55 گرم طلای 18 بفروشم به افغانی چند میشه؟ 3,79,500 افغانی میشه و به حساب دلار امریکایی 5,900 دلار میشه. بسیار خوب. هموطن ما به نام صدیقی گفتن میشه دیدار جان پرسان کنیم که من چوری عیار 18 دارم به وزن 44.85 گرم، اگر بفروشم چند میشه؟ 3,03,600 افغانی میشه و به حساب دلار 4,721 دلار میشه. بسیار خوب. همچنان هموطن ما امی خواهر ما گفتن که ما چندین بار است که در واتساپ برشان پیام میگذارم جواب نمیدن، آیا شماره غلط است؟ شماره درستشان بگوین. نه خیر شماره ما خود صحیح است. نمو 076 71 70000. شما شاید هستین نمیال ما برنامه را بسیار ناوقت گرفتیم بس خاطر که روز بسیار به حد بریبار می باشه. یعنی ما بنان خوردن خود بیکار نیستیم که نان بخوریم. امیال بار بخاطر کنیم ما نان چاشت نخوردیم. از خاطر از اینمی که بریبار می باشه روز با مسیج خبیخی بان با مسیجات جواب دادن نمیشه. باز از طرف شو زیادتر وقت چیزا مشتریایی که ساخته افغانستان فرمایش میته در کارخانه می باشیم تا وقت شو باز 90% مشتری را جواب میتیم نیست که 100% که هیچ کس جواب نمیتیم. زیادتر مشتری شاید باشن برشان عکس روان میکنیم بخاطر که یک موبایل نیست بیادرای ما از مدیر ما است برشان جواب دادیم. برای زیادتر مشتری که عکس میخواد عکس روان میکنیم مثلا فیگرام پرسان میکنن نرخ برشان میتیم. کسایی که آدرس پرسان میکنن آدرس میتیم 1% اگر بان از پیش ما. کوشش کنن که از مسیج کرده زنگ بزنن ان شاء الله راحت میشه. از طرف روز البته روز زنگ بزنن 100% جواب میتیم ان شاء الله. و همچنانی که صفای کابل دبی تعقیب کنین در استودیو شما میبینین که چقدر فروشات دارن چقدر بیروبار است. تمامش براتون ان شاء الله معلوم میشه و وقتی که تماس میخواین بگیرین مستقیم زنگ بزنین ان شاء الله که رسیدگی میشه ان شاء الله. سمیرا ابراهیم زاده گفته هیچ پیام واتساپ جواب نمیتین، میشه که رسیدگی کنین؟ ان شاء الله ما کوشش ما اینمی باشه. فعلا یک 7 نفر هستیم دیگه بعد از یک کوشش میکنیم که 10 نفرش بسازیم تا که به مشتری ان شاء الله رسیدگی شوم. اینمی هم خب به مشتری یک خدمت است که ما اینجا مثلا نان نمیخوریم با مشتری ها رسیدگی میکنیم برشون مرد میکنیم خدمتشون میکنیم و بعداً در واتساپ که از او کار بدن است بخاطر که یا اول که در دکان میان یا به خاطر خرید میان. اولویت است کسایی که حضور بله باز برای بعدن که از او دیگه هر وقت ان شاء الله ما فرصت شدیم 100% جواب میدیم بدون شک. کسایی که افغانستان هستن کوشش کنن که نزدیک بیان بخاطر که نام خدا دیگه دکان کلان است قدر دیزاین اگه اینا عکس هم بخواین امکان از این نیست که عکس برشان روان شود. اگه از نزدیک بیان به خودشون هم راحت تر است و کسایی که خارج از کشور هم هستن کوشش کنن که فامیلایی که دارن اینجا اونا رو روان کنن. ان شاء الله چون هم بر دیدار جانشون راحت تر می باشه میتونن رسیدگی کنن و هم بر خودشون راحت می باشه. حسیبا شبیری گفته سلام به شما خواهر جان و دیدار جان، میشه بگین که چوری تا 2000 دلار دارین؟ ان شاء الله او را معرفی میکنیم. مشتری دیگه هم پرسان کرده بود. بله ازو این بود از کامنت های شما. ان شاء الله که تمامش پاسخگو بوده باشیم و شما ازایی که باز هم سوال دارین دمی برنامه میتونین بپرسین، ما در خدمتتان هستیم. بیننده باشین تا دیزاین های کاملا جدید و متفاوت براتون معرفی کنیم. خب دیدار جان کدام دیزاینا رو بر دوستان معرفی میکنیم؟ البته ایزا من شاهد ازی بودم که دیزاینا کاملا جدید رسیده. ان شاء الله این مورد رسیده. من اینا را در گودی انداختم. بله واقعا که بسیار متفاوت هستند. اول یک سیت را معرفی میکنیم که ان شاء الله در بسته افغانستان جوریش نمی باشه. بخاطر که مکمل دیزاینای
عربستان است، مدرسی که یک چیز بخی متفاوت است. این امروز رسیده شما شاهد هستین که دو دیزاینش است. یکی اینی دیزاین بود که قمیشری با ما عکس روان میکرد از این. ما هم گفتیم باش که این فرمایش کسی است، شاید روز شنبه یک شنبه بیای ببرشم دیگه. این دیزاین ها که از مدرسی است، عیارش هم 21 ش داریم، هم 18 ش. همین سیتش که 394 گرم وزن داره، همراه گوشواره. بله چیزی کم نیم کیلو است دیگه. عیار از 18 است و به نرخ امروز قیمتش 29,82,500 افغانی میشه و به حساب دلار امریکایی 46,400 دلار میشه. و 21 هم داریم که موجود در دکان است، 498 گرم. به حساب افغانی 21 میشه 45,06,900 افغانی و به حساب دلار امریکایی 71,000 دلار میشه 21. و این سیت ما که است بدون گلوندبندش اول معرفی میکنیم، بخاطر که مشتری بدون گلوندبند طلب است. گلوندبندش ما اضافی کردش جور کردیم. 82 گرم وزن داره، همراه گوشواره‌اش البته. و به نرخ امروز قیمتش میشه 6,20,700 و به حساب دلار امریکایی میشه 9,600 دلار. و همراه گلوندبند بالایش اگه معرفی کنیم که مکمل وزنش 150 گرم میشه، با حساب افغانی 11,35,500 میشه و به حساب دلار امریکایی 17,600 دلار میشه. بسیار عالی. ناگفته نمانه دوستا، دیزاین های مدرسی را وقتی که دوباره پس مود شد دیدار جان مودش کرد، چون نمیالم که دیگه زرگری ها را بگردین دیزاین مدرسی نیست انشالله. و این دیزاین واقعا بسیار مقبول است. یک چیزی هست که متفاوت از بازار است. کار ما متفاوت است دیگه. آنام خدا، یعنی بسیار راحت است، بسیار مقبول، بسیار زیبا و وزنش هم بسیار زیاد است. وزنش گرنگ است. مثل همون ویدیویی باز خوردش هم داریم. خیر کسایی که خوردش خواست اینه یا خوردش هم میال نشان میتیم ان شاء الله. خوردش هم مقبول است. بعضیام که خوردش است. بله. باشه این مورا کار اوس کنیم از ما دکان ما دیگه با می کلانیام بازم نمیرسیم پشتش. بسیار مقبول. اینیا خوردش است. هر اندازه که شما دوست داشتین و واقعا که من بسیار خوشم آمد. بسیار یک چیز خاص و متفاوت و مقبول. بازدهی دیزاین ایشام از کسایی که در الجزایر میخواست بدون مدرسی. و یک مدرسی از این کلان شما معرفی میکنیم. ماشاءالله. که انشالله دیزاین زیاد است. فقط مشتری ها بیاین کابل دبی ما در خدمت هستیم. اگر چی میایم دیگه ما رسیدگی نمیکنیم. واقعا یا بسیار مقبول است. راملکن گفته میشه؟ نه یا راملکن نیست، راملکن با وا گفته میشه. ما اولین گره که تا کردیم. بله وا راملکن گفته میشه. بسیار عالی. یوم وزنش زیاد است. مدرسی در کل هم مدرسی عموما گرنگ میه. یوم 327 گرم است. ماشاءالله. و قیمتش به نرخ امروز 24,75,000 افغانی میشه و به حساب دلار امریکایی 38,500 دلار میشه. بسیار خوب. کسایی که سیتای نیم سیره کار دارن دیگه این انشالله. بسیار عالی. و انگشترهایش معرفی میکنیم که از این انگشترهای ما مشتریای ما میخواست که به حساب 60 میشه. بسیار مقبول. و همه تو ساده میشه پوشیدن. امروز می سیتا همین انگشترها. همین انگشترها بله. معلوم میشه واقعا. دوستا وقتی که از ابتکار گپ میزنیم دیگه من فکر نکنم از اینکه چیزی بالاتر باشه. میبینید که چقدر خاص مقبول است در انگشتر. بسیار مقبول معلوم میشه. و این هم گوشوارای می مدرسی ها هستند دیگه. این گوشوارای مدرسی است بله. بسیار عالی. کسایی که از این انگشترها دوست داشتن دیگه باز یا وزنشون چقدر میاد؟ یک دانه از این 9 گرم است. ماشاءالله. از 9 گرم شروع است تا 13.5 گرم. بسیار خوب. قیمتایشون از 68,000 افغانی شروع است تا 1 لک افغانی. 68,000 افغانی تا 1 لک افغانی. 1 لک افغانی. بله. بسیار عالی. یوم از جدیدترین انگشترها کسایی که در کامنت هم درخواست کرده بودن اینا براتون معرفی کردیم. انشالله اول میریم سر مشتریایی که چوری گفته بودن برشان چوری معرفی میکنیم. دیگه چیزایی که گفتم اول به مشتری ها رسیدگی میکنیم، باز بعدا دیزاین های دیگر رو معرفی میکنیم. بیننده باشید.
فعلا هم نظر به تقاضای شما ایزا و سوالاتی که داشتین در کامنت برنامه قبلی، یکی از هموطنای ما گفته بود چوری معرفی کنین تا 4 لک تا باشه 4 لک افغانی. و بله یکیشون گفته بود تا $2000 باشه که شیپ کلان بله. داشته باشه که دیدار جان بر ما نشان میده. حتما. یکی اینی درجن چوری است تا 4 لک، یک 4 درجن به مشتری ما نشان میدیم که نگوین که چرا یک درجن نشان میدین، به خاطر از اینکه شاید خوشش نبیاد گلش. یکی اینی است که تا 4 لک و 20000 افغانی میشه. ماشاءالله 6 دانه. بسیار مقبول است. از این دیزاین ها سیتایش معرفی کرده بله بودیم بله. که نموتو گل داشت و یام چوریایش چوریایش است. بسیار مقبول یا است. مکمل نه آمده. چقدر می‌ارزه؟ تقریبا 54 گرم است. 54 گرم چند صد میلی. چقدر میشه قیمتش دیگر جان؟ 4 لک و 20000 افغانی. 4 لک و 20000 افغانی. بله. بسیار خوب. این هم دیگه درجنش است که 3 لک و 90000 افغانی میشه قیمتش. بسیار مقبول است اینم. یا در جمع مدرسه اخ نمیرن. نه یا کلش قطری و الجزایری است. بسیار عالی. بازی که 3 لک است چقدر می وزنش؟ 3 لک و 90000 افغانی میشه و وزنش 51 گرم و 50 میلی است. کم تفاوت داره. بسیار کم تفاوت داره. یعنی هم 4 لک 40000 افغانی میشه. تو فیکس برای شلون کشیدن نمیتونن که فیکس 4 لک. حتما یا چیز کم یا چیز بالا. مشتری هم شاید 20000 30000 پشتش نگردن. بله. چون تخمینی از دیگه دوستان بله، خام تا بله. بالا میشه. بله. آدم دقیق گفته نمیتونه. اینا بسیار مقبول است. اینا بردار هم هستن. 4 لک و 40000. 4 لک 40000 افغانی. بسیار خوب. یک درجن معرفی میکنیم تا 4 لک و 10000 که فیکس 4 لک و 10000 شما. یعنی چوری ما 4 لک و 10000 افغانی میشه. بله دوستا چوری جالباف است. 4 لک و 10000 افغانی قیمتش میشه، اما تو که خواهر ما درخواست کرده بودن. و حال میریم طرف یک چند درجن چوری به خاطر مشتریایی که معرفی میکنیم از طرف دکان ان شاء الله معرفی میکنیم. اینی چوری است که با وزن 78 گرم ساخته شده، در رنگ 21 است. قیمتش 5 لک و 90000 افغانی میشه و به حساب دلار آمریکایی $9200 میشه. $9200. بله. این هم بسیار مقبول است و چیپ کلان داره. تمامش پشت پر است. جالباف. و اینی درجن چوری است که در ایار 21 ساخته شده با وزن 90 گرم. یک گل بسیار نو است. 8 لک و 14000 افغانی میشه و به حساب دلار آمریکایی $12700 میشه. $12700. بله. بسیار عالی. اینی هم دیگه درجنش است که با ایار 18 در رنگ 21 ساخته شده. از این چوری ها فکر کنم دیزاین دیگهش که در ایار 21 بود، این دفعه انشالله در 18 معرفی میکنیم. و مو خواهر ما که گفتن آیا چوری هم در رنگ 21 جور میکنیم؟ اینی هم رنگ 21 و ایار 18. بله. از این که دیگه رنگ بالا نخواهد. بله. 80 گرم وزن داره. ماشاءالله. 6 لک و 5000 افغانی میشه و به حساب دلار آمریکایی $9400 میشه. $9400. بسیار خوب. و یک درجن هم اینی درجن چوری رو معرفی میکنیم که هم مکمل نو است. بله. با وزن 65 گرم. با ایار 18 در رنگ 21 دیزاین دبی 4 لک و 92000 افغانی میشه و به حساب دلار آمریکایی $9600 میشه. $9600. و یک درجن هم 21 معرفی میکنیم که هم مکمل نو است. در وزن 75 گرم ایار 21 6 لک 78000 900 و به حساب دلار آمریکایی $10500 میشه. یک درجن چوری مورایی مکمل معرفی میکنیم که هم بخی نو است گلش. به به. یک چیز نو است. ماشاءالله این دیگه بخی متفاوته. بله. در وزن 93 گرم ایار 21 8 لک 41000 افغانی و به حساب دلار $13100 میشه. بسیار خوب. و یک درجن هم از 18 معرفی میکنیم. اینی است که هم یک گل بسیار نو داره با وزن 70 گرم ایار 18 قیمت 5 لک 30000 افغانی شد و به حساب دلار $8300 شد. $8300. بله. بسیار مقبول. یک درجن دیگر هم 21 معرفی میکنیم بله. که هم مورد داخلش کار شده، یک چیز متفاوت است. و این دیزاین ها کاملش تازه و جدید رسیده دوستا. کامل مورد کار شده دیگه. با وزن 95 گرم 7 لک و 19000 افغانی شد و به حساب دلار
$11,200 شد. بسیار خوب. دو جورم حلقه کره معرفی میکنیم، کره پیچدار. ماشاءالله. یکیش به عیار 21 و یکیش به عیار 18. اویش که هست 18 است، وزنش 80 گرم است، قیمتش 6,05,000 و به حساب دلار 9,420 روپیه. و اینش که هست 21 است که یک چیزی نو است. ایام برای هموطن ما که کره گفته بودن، هم بله. عیار 18 و هم عیار 21. نام خدای 21 شده که بیخی دیگه جوره نداره. انشالله که یک چیز متفاوت است. 85 گرم وزن داره. 7,69,000 افغانی میشه و به حساب دلار $12,000 میشه. $12,000. واقعا بسیار مقبول است. خب دیدار جان، دیگه کدام چوری رو داره؟ چوری چپات فکر کنم. اول از مشتری رو معرفی میکنیم که گفته بود تا $2,000 اینی درجن چوری میشه. تا 2000 6 دانه چوری چپات در $2,000. و 4 دانه کره برش نشان میدیم تا $2,500. یک چیز نو. بله، میتونن نزی خرید کنن. چونی هم یک دیزاین مقبول داره. اینی هم از تا $2,500. چقدر میه باز وزنشون؟ تقریبا 17 گرم شاید باشه. از 17 گرم چیز بالاتر میاد. 21 گرم. 21 گرم. بله. بسیار. و میریم چند درجن چوری چپات معرفی میکنیم که هم نو است. به به. چی دیزاین مقبوله؟ یا مکمل نو آمدم. در وزن 45 گرم با عیار 18 3,40,000 افغانی و به حساب دلار 5,300. 5,300. یعنی هم گل دیگه است. ماشاءالله. با وزن 47 گرم ساخته شده بود. یا بسیار مقبول است. با حساب افغانی 3,55,000 و به حساب دلار $5,500. این هم دیگه گلش است. کسایی که این دیزاین ها رو دوست دارن، به این رنگ دوست دارن، باز میتونن از چوری استفاده کنن. چون اینا در شیب کلان میاد، وزن بسیار خوب. وزنش بسیار مناسب کم میاد. و این دو درجه رو معرفی میکنیم که این در بینش 4 دانه خرد میاد و در دو بغل کره میاد که هم یک چیز متفاوت نو است. بله. ببینین دوستو، 4 تای بینش خرد است و دو طرفش بردار است که یک چیز متفاوت و خاص. این هم دیزاین دیگه ایش است. این اردوش در 40 گرم ساخته شده. قیمت های اردوش یک چیز میشه 3,02,000 افغانی میشه و به حساب دلار $4,700 میشه. بسیار خوب. چوری به نظر می نمی خبر است بریم یک چند دانه سیت کم وزن معرفی کنیم. بسیار خوب گپ است. اجزایی هم از چوری که معرفی کردیم، شما بیننده باشید. دوستان عزیز، فعلا هم براتون چند دانه تو سیتای خاص معرفی میکنیم که از جمله یکیشان اینمی است. یک گلوبند دامنی بگویمش دیگه. یا دامنی گفته میشه. بله. واقعا بسیار مقبول است. میبینین عزیزو، این دیزاین ها را در عربستان زیاد استفاده میکنن. ما دیگه کوشش میکنیم که مکمل نمی جنسا را جور کنیم. بسیار واقعا که مقبول است. عزیزای قسمت ها میبینین مکمل موره کار شده و خوبیش است که تو سخت نیست که بسیار فنری واره است. ان شاءالله از مایده بودنش بیخی مشتری هم راحت باشن. بسیار عالی. واقعا مقبول است. چقدر است وزنش دیگه؟ وزنش تقریبا 98 گرم است. بسیار خوب. عیارش 21 است. 8,86,900 افغانی میشه و به حساب دلار امریکایی $13,800 میشه. 13,800. بله. ماشاءالله. که امروزی میتونن چوریای مورایی رسد کنن، انگشترهای میشه به خاطر که از انگشتر مورایی هم، از گوشوارام، از چوری هم، از کل سیتش میشه پورا. و گلوبند شیر و شکر بسیار رنگای مقبول کار شده. گوشوارایش هم است و این هم از جمله همو سیتایی است که این رقم مثل بسیار راحت است. بسیار راحت و عالی. وزنش یکم زیاد معلومه. 66 گرم است. ماشاءالله. عیارم 21 است. 5,97,000 افغانی میشه و به حساب دلار $9,300 میشه. بسیار خوب. 9,300. بله. و میایم طرف این سیت دیگه که هم از جمله سیتای نو است. عیار 18 است.
دیدار جان؟ یا مکمل 21 است. و هم 21 است که وزنش تقریبا 90 گرم است. بسیار خوب. امرای گوشواره 100 گرم میشه. 9,5000 افغانی میشه و به حساب دلار 14,100 دلار میشه. 14,100 دلار. بله. بسیار مقبول. چون عیار 21 است قدر. 21 است. 21 گرنگ میه. عموما کلش گرنگ میه. این گلومندای ما سردوش 35 گرم است. عیار از یام 21 است. 3,16,000 افغانی میشه و به حساب دلار 4,900 دلار میشه. بسیار خوب. و پشتش از این چوری لاکتکای وان کلیفت معرفی میکنیم که ما جایی نداریم در گودی دو دانه است. حالا دقیق ماشیم دیزاینش معلوم میشه یا این تا یک دانه خیر معرفی میکنیم. نشان میده مشکل نیست. اینا دیگه چیزایی است که دخترانه است، بسیار مقبول، خاص میتونن که انتخاب کنن. وزنای بسیار خوب داره و این چیزی است که همیشه پوش است. در خانه، مهمانی، محفل، هر جایی که بخواین میتونن که بپوشن و استفاده کنن. که واقعا بسیار یک رنگ مقبول هم داره. انشالله. عیارش 18 است. 21 شو موجود داره. مرکز 21 شو خواست انشالله مشکل نداریم ما. در این رنگ بسیار مقبول، عیار 18 و پشتشون پر موره هم کار شده. چقدر است وزنش؟ وزنش تقریبا 25 گرم میشه. امرای گوشواره‌اش البته که قیمتش به نرخ امروز 1,89,000 میشه و به حساب دلار 2,900 دلار میشه. این هم گوشواره‌اش است دوستان. بله. و کلشان هم یک وزن دارن یا وزنشون فرق میکنن؟ تقریبا اینی 2,700 دلار، 2,500 3,000 دلار داش بالا نیستید. بسیار. فقط دیزاینش ببینن به خاطر از اینکه باز دیگه معرفی هم مونده. باز برنامه زمانگیر نشه. دیزاینش فقط سایل کنن. قیمتش ما کدام دانه رو گفتین معرفی میکنیم مشکل نداره. واقعا این بسیار مقبول است و این برند شنل که بسیار مقبول کار شده. تقریبا نمو 2,000 دلار قیمت های تمامشون می باشه. بله. یکی نیش گرنگ تر است. این چون که 4 پیس است. مکمل سیت است. انگشتر داره دوستا. گوشواره‌اش است، خود لاکتش است و دستبند بسیار مقبول. واقعا مقبول هم کار شده. وزنش هم زیاد معلوم میشه چون پشت تمامش پر است. بله بله. چقدر میه وزن ازی؟ وزن از مکمل 40 گرم است. و قیمتشون به نرخ امروز 3,02,000 افغانی میشه و به دلار 4,700 دلار میشه. 4,700 بله. دلار. این هم دیگه گلش است. ماشاءالله این هم بسیار مقبول است دوستا. وان کلیفت کسایی که دوست دارن میتونن انتخاب کنن. پرکار است. بله. مثل 2 لاکت معلوم میشه. همون رقم است. بله. وزن از 42 گرم است. امرای گوشواره البته 3,18,000 افغانی میشه و به دلار 5,000 دلار میشه. و یک هم بسیار خاص است. با مو گفته دخترها بسیار قندول است. ساده و شیک. بله. ایام عیار 18 است. در رنگ 21 است. امرای گوشواره 20 گرم وزن داره. 1,51,000 افغانی میشه و به دلار 2,300 دلار میشه. 2,300 دلار. بسیار خوب. یک دانم زنجیر چوتی باب معرفی میکنیم که گل بسیار مقبول داره. امرای گوشواره 40 گرم وزن داره. 3,03,000 افغانی میشه و به حساب دلار 4,700 دلار میشه. بله و این گوشواره‌اش است دوستا. شاپرک هم بهش کار شده. بسیار هم تو راحت. و چند دانه از کره معرفی میکنیم. بله. و از دستبندهای وان کلیف معرفی میکنیم که مکمل نواز فقط این یک تصویرش دوستان ما ببینه. و از این دستبندهای سیتایی که زنجیری است دستبند شما آوردیم. ماشاءالله. که یک چیز نوآوری کردیم دیام انشالله. با وزن 4 گرم دستبند. و ما قدر جسامت 4 گرم. 4 گرم 4.5 گرم تا 5 گرم. ماشاءالله. تا قیمت‌های 32,000 33,000 افغانی. یعنی 4 گرم دوستا یک انگشتر هم میخرین. انگشتر هم میشه و این رقم دستبند که جسامتش بسیار کلان است. بسیار مقبول است واقعا. برند دیدار عیار 18. دیزاین‌های مختلف داره دوستا. گل‌های مختلف داره. یعنی هم کرای گلاسیش است. بسیار خوب. واقعا بسیار مقبول است. وزن از کرا باشه چقدر میشه؟ وزن از تو 1,20,000 1,30,000 افغانی میشه. این هم دیگه گلش است. کم تیز معرفی میکنیم به خاطر اینکه یک چند دانه سیت دیگه هم زنجیری مونده معرفی میکنیم. بسیار خوب.
هم کرای گیلاسی است، همونطور که هموطنای ما خواسته بودن. فقط یک نمونه است البته بله. یا که بازار گلش خاص مثلا در این زنجیر مثلا زیادتر میشه ما از چیپ پروانه زیاد خوش داره که از ایشون زیاد آوردیم، هم گوشوارایش هست، هم انگشترش هست، هم لاکتش هست، کل سیت مکملش داریم. اما هر دیزاینی که سیتش داره دستبندش هم هست، دستبندش هم کسایی هست. که خواستن باز میتونن که ست کنن، ست بپوشن، بسیار مقبول. و ایون کلفتا چقدر می وزنشون؟ یا خانه 80,000 90,000 1 لک که چند گل داره دیام. این هم گلای دیگه شد. یا یک ذره وزنکاشون زیاد است. یا گرنگ میه. یا گرنگ میه. ببین دوستا. و یا گل کلانش. بسیار عالی. این پشتیستی رو میشه که بعد دوستا معرفی کنیم. این ماشاءالله. این بسیار مقبول است چون اکثریت پشتیستی ها انگشترشون کوچک می باشه. همین رقم است. و این انگشترشون اندازه گل خودمی کریش است. بله. بسیار مقبول. چقدر وزن ازیمه؟ وزن ازی تقریبا 28 گرم است. عیار 18 است. 2,12,000 افغانی شد و $3,300 شد. بسیار عالی. خب عزیزا بیننده باشین، از سیتای زنجیری براتون معرفی میکنیم. خب عزیزا فعلا هم براتون البته چون وقت برنامه کم است یک چند دانه طور نمونه سیتای زنجیری را معرفی میکنیم چون بسیار دوست دارن هموطنای ما. این سیتا هم راحت هستن، هم در شیب کلان هستن و وزن مناسب دارن. فقط یک نمونهش نشان میدیم که یعنی زیاد آمده و گلای بسیار مقبول نودهش آمده که دمیار دیزاینش نوآوری کردیم و تا 7 منزل هم داشت سیت آوردیم که ما وقت تا 5 منزل داشتیم. بله. و فعلا تا 7 تا 8 منزل هم داشت سیت آوردیم. شما ببینید که یک چیز گلای بسیار نو و مقبول داره. تقریبا 9 منزل است. بله. ما مثلا جای کم از در گودی 10 تا 12 تا سیتا انداختیم، دیزاینش دقیق معلوم نمیشه. کشم دارن. وقت مشتری خوش میکنه هیچ پرسان نکن. واقعیت که خوش میکنن زیاد. یعنی فقط یک نمونه شین ما نشان میدیم که بیاین همین که آمد هر وزنی که خواست ان شاء الله ما در خدمت هستیم. هر دیزاین هر وزن که خوش داشتن ان شاء الله که از 50,000 افغانی شروع تا 9 لک افغانی. بسیار در می سیتای زنجیری. و ماشاءالله هر گل که میخواین ان شاء الله موجود داریم. بسیار راحت مقبول تقریبا اینمی 7 منزل است. اینا با عیار 21 هم می داشته باشه. مکمل هم 18 داریم، هم 21 تا 22 رو مشتری بخواد ان شاء الله ما مشکل نداریم. بسیار عالی. یعنی حالا فکر کنید یک نمونه از این طرف دیگه هم زیاد هست که ما کلش تو کنیم باز برنامه زمان گیر میشه. بله دوستان مکمل اینمی قسمت از نیم دکان اینمی سیتا بله گرفتن. بله. خدا تقاضای مشتری ها زیاد است و دیدار جانشان هم هر هفته و 5 روز بعد 6 روز بعد دیزاین های کاملا جدید میارن. شما ایزایی که خوشتان آمده دیزاین ها میتونین که از نزدیک بیاین یا هم از طریق واتساپ تماس بگیرین، وزناش رو پرسان کنین. این هم تنها زنجیرش هست. این قیمتش تا 55,000 افغانی میشه. بله. بسیار یک چیز مقبول و زیبا. خب دیدار جان عزیز تشکر میکنم. بخیر سلامت باشین، زنده باشین، بخیر باشین. خستگی بسیار زیاد و بیرو بار مشتری بسیار از بخیر باشین، زنده باشین. سلامت باشین، زنده باشین. وطندارای خوب نازنینم سپاسگزار شما عزیزا همچنان هستم که تا ایدم بیننده برنامه ما بودین و همیشه ما را حمایت میکنین و دوستدار برنامه اطلاع از پنجره افغانستان هستین. لایک و سابسکرایب فراموش نکنین. این بود برنامه امروز. تا برنامه بعد خداوند نگهدارتون.